همه دنبال گوشت آدمن. سلام علیکم. باز که تویی؟ دیگه اخیراً سعادت نصیبمون میشه شما رو ببینیم. یه نفر تو خیابون با چاقو افتاده دنبال رفیقش. بد دنیایی شده جناب سروان. میخواسته بکشه رفیقشو که بخوره. رفیقشو بخوره؟ بله. این تقصیر منه. قصاب محلم چند بار اعتراض کرده که میگه کسی دیگه گوشت نمیخره. و چی میخرن؟ کسی گوشت گوسفند و گوساله نمیخره. اوضاع اقتصادی وخیم شده جناب سروان. همه دنبال گوشت آدمن. چرا؟ اینو از من میپرسی؟ تو باید جواب بدی. من چرا؟ من چی کاره؟ همه میخوان گوشت آدم بخورن. تو نمیدونی چرا؟ نه. همه این اتفاقا بعد از اون سریالی که تو معرفی کردی افتاده. کدوم سریال میفهمی؟ همین روانشناسه که گوشت آدم اینجوری درست میکنه، خیلی قشنگ. دلم خواست.